بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از رساله به نام سبب‌های نجات این امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. با شیخ علامه چنین سوال می‌دهند که، یعنی سوال سیوم: يرى البعض ضرورة الحوار والمناظرة مع المخالفين لنا في العقيدة، ويرى البعض الآخر أنه لا ضرورة لذلك، فما هو رأي فضيلتكم؟ يعني بعض انسان ها در چنین رأیان که ضرور است گفت و شنید کردن، بحث و مناظره کردن با اشخاصی که نسبت ما در عقیده مخالف می باشند، یعنی عقیدهشون خراب هستند، میگویند که باید که با وایها بحث و مناظره کرده شود، و بعضی دیگر ها میگویند که یگون ضرورت یگون حاجت نیست. شما در این یعنی که مثلا رأیتون چیست؟ اساسا همین سوال دادن هم سوال خوب نیست، چیزی که شیخ مدائم تکرار میکنه. ما رأیکم یعنی که حکم شریعت چیست؟ فهمیده؟ آنجا که حکم شریعت است، رأی شریعت است، یگان کسی دیگر رأی ندارد. شیخ می‌فرماید که الحوار والمناظرة الذي يقصد بهما إظهار الحق ودحض الباطل هذا مطلوب. یعنی مقصد از بحث و مناظره کردن این حق را نشان دادن باشد و حق را غالب گردانیدن باشد و باطل را نیست کردن باشد، این نه فقط یعنی که ضرورت نیست بلکه مطلوب است. فهمیدید؟ باید که همیشه کرده شود. الله عز و جل می‌فرماید در سوره النحل آیه 125: وجادلهم بالتي هي احسن، یعنی با وایها چکار کن؟ مجادله بکن. بالتي هي احسن یعنی با اون خصلت‌های خوب. فهمیدید؟ اون معنی نداره که وای مثال گیریم یک سخن‌های بی آدابی زند تو هم همین خیل کردن که نه، تو با اسلوب خوب با اسلوب نکو بحث بکن. نیز الله عز و جل در سوره عنکبوت در آیه 46 می‌فرماید: ولا تجادلوا اهل الكتاب، شما با اهل کتاب یعنی با یهود و نصرانی هم مجادله نکنید، بحث و مناظره نکنید، الا بالتي هي احسن، مگر کردنی باشد با یک خصلت‌های خوب و نکو. فالجدال الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل هذا واجب ومطلوب، یعنی بحث و مناظره که مقصد از آن بیان و روشنی انداختن حق باشد و نیست کردن باطل باشد، این واجب و مطلوب است. شکلی که الله تعالی در سوره آل عمران در آیه 64 می‌فرماید: قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، تعالوا بیایید، الى کلمة سواء، با اطراف یک کلمه که او عادل است، عدالت است، یعنی کلمه توحید، بیننا و بینکم، یعنی توحید برای ما هم برای شما هم یک خیل است. هیچ ممکن است که توحید شما دیگر باشه توحید ما دیگر باشه. تفسیر آن چنین است که الا نعبد الا الله، جز الله یگان کس عبادت نمی کنیم، ولا نشرک به شیئا، با او یگان کس و یگان چیز را شریک مقرر نمی کنیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، یک دیگر ما را پروردگار نمی گیریم، الله را مانده من دون الله. فان تولوا، اگر در این دعوت ایشان سرپیچی کنند نخواهند، فقولوا، پس در جواب گوید که اشهدوا بأننا مسلمون، خود شاهد شوید که ما شما را دعوت کردیم، شما دعوت قبول نکردید، اکنون شاهد شوید که
ما مسلمانیم، یعنی ما موحد هستیم، شما مشرک هستید. فإذا كان القصد من الحوار مع الكفار بيان الحق وإظهار الحق ودحض الباطل وإقامة الحجة عليهم فهذا مطلوب وواجب. شیخ می‌فرماید که اگر مقصد از گفتن شنید با کافرها این بیان روشنی انداختن حق باشد و اظهار کردن حق باشد و نصب کردن باطل باشد و قائم کردن حجت را به مقابل کافرها باشد، این یک امری مطلوب است و واجب است. اما اذا كان المقصود من الحوار ان نرضى بدينهم و باطلهم، اما یعنی که مقصد از گفت و شنید کردن خیلی میبینید چخ کردن قدشان، راضی شدن به دینشان باشد و به باطلشان هم خیلی است، در دین شما هم خیلی بوده است ماشاءالله، نه است یعنی جوی گنده نه، هم خیلی بعضی انسان هم خیلی یعنی اینا خفیف العقل میگه، عقلشون سبوک نمیدی. فهذا لا يجوز، یعنی که چنین گفت و شنید جایز نیست، لانه مداهنه وليست حوارا. این مداهنه میگه، این حوار نمیگویم، یعنی ملایم سخنی کردن میگویم، این حوار نمیگن. فهمیدی؟ مداهنه به یک معنای دیگه، به معنای یعنی که این چاپلوسی میگن یا که لگن برداریش میگن، این فهمیدی؟ والله جل وعلا يقول في الكفار، الله تعالی در باری کافرها در سوره قلم در آیه 9 فرموده است که ودو ای تمنوا، این کافرها آرزومند هستند که لو تدهن، کاش که تو فراورد بکنی از دینت. لو تدهن مداهنه اساسا چه؟ معنی فراورد کردن، یعنی که گذشت کردن، کاش که تو از دینت دیگه چیز گذشت کنی، اینو هم از بعض عبادت هاشون گذشت بکنن. فهمیدی؟ همین کافران مقصدشون چه هست؟ یعنی با ما و شما بحث و شنید گفت و شنید میکنن که با شرطش میمونن که به شرطی که ما با شما یا همکار و همدم میباشیم که شما مثال گیرم رویش نمیماند، خب زنهاتون یعنی که سطر نمیباشن، خواشی باشد انا خیلی لباسا را خیلی مامانید اروپایی باشد که مردم ترسد و ها گفتن یه دفعه ما هم یعنی بعضی کارا ما رو سبوک میکنیم، یعنی که فهمیده و دولو تدهنون فیدهنون، یعنی که کافرها در آرزوی آن هستند که کاش که تو هم از دین حقت چیکار کنی، فراور کنی، بس اینها هم چیکار کنن؟ از دین باطلشان فراور بکنن. فهمیده؟ در اینجا کی زیان میکند؟ البته تو زیان میکنی. خب و یقول جل وعلا، الله جل وعلا میفرماید افبهذا الحديث انتم مدهنون، آیا شما به همین حدیث یعنی که به همین قرآن چیکار میکنه؟ مدهنون، فراورد میکنه؟ نه، فی الواقع هذا انکار من الله، این از جانب الله انکار است. ان نداهن فی الدین الحق، ما در دین حق فراورد بکنیم، و نرضى بالدین الباطل، با دین باطل و دروغ راضی و پسندیده باشیم. فهذا محادنة في الدين الحق ورضا بالدين الباطل، این را یعنی که فراورد کردن از دین حق مینامند و راضی شدن به دین باطل مینامند، و اعتراف به و اعتراف کردن را میگه که این دین بوده است گفته، یعنی دین باطل. وليس هذا حوار، این حوار نمیگویند. والله جل وعلا یقول، الله جل وعلا در سوره نساء آیه 89 میفرماید ودوا لو تکفرون، و اینها آرزومندند که کاش شما کافر شوید. نگاه کن کما کفروا، دیدی چه که خودشون کافر شدن. آرزو مرام و مقصد کافرها یگانه همین است که کاش شما هم رنگ همونها کافر میشده، فتکونوا سواء، همتون یک خیلی میشده، فتکونون سواء، با همتون چی میشده؟ یک خیل میشده، در یک جا، بعد عاقبتتون یک جا میشد. کابینتی یعنی که قیامتتون در روز قیامت چه؟ کابینتی دوزختون یک خیل میشد. اعوذ بالله. خب والله جل وعلا يقول لنبيه، الله عز وجل برای پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید و ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، قریب است که اینها تو را فریب کنند، فهمیدی؟ اره بزنند
یعنی که تو را در فتنه قریب که اندازن نسبت آنه که ما به تو وحی فرستانیدیم، یعنی که از کتاب الله. میخواهند که لتفتری علینا غیره، تو اینکه تو نام ما غیر این وحی را ببافی، نام الله سخن بافی کنی. مقصدش همین است. چخیلی که بعضی مفتی ها، بعضی ملاهای رسیه، بعضی ملاهای خود ما را چه فرفتی یهود نصرانی ها شده، فهمیدی چی میگن؟ دین تماما یعنی که نادرست میفهمونن. و مفتی رسی چه گفته است که همه باید که همه دین ها باید یک شوند. یا من میخوام آرزومند هستم که مسجدی کران پوشم که در دنش برای یهود هم باشه، برای یعنی که مثال گریم نصرانی باشه، برای مسلمان ها باشه، همه در زیر یک شفت چیکار کنن؟ عبادت کنن. یهود در دیواره و سرش زدن گیره، نصرانی ها یعنی که چیکار کنن؟ شام گیران کنند و مسلمان ها رکوع سجود کنند. انا احمق ترین کس دو این زیاد دیگه احمق هست. همه اینو چی هست؟ و این کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. و کن همه که انسان ها هستن، همه می الله گفتن و اذا لاتخذوک خلیلا. مقصدشان چی؟ بعد تو را دوستی نزدیک خالص میگیرن. خیلی که بعضی مفتیای روسی را این کافرها چی گرفتن؟ دوستی نزدیک، آشنای صمیمی گرفتی هستن. کسی چیزی گفت گپش قبول نیست تو همون کس نگوید. برای چی؟ چون که وای آخر از وحی الله، از گفتی الله سرپیچی کرده است، دست کشیده است، به گفتی امیر را برای تو کفر روسیه عمل میکنه. فهمیدید؟ اعوذ بالله. یعنی این معنی نداره که موضوع یعنی رابطه روسیه. بارک الله فیکم. که درباره امور دین برود. امور دین اون معنا نداره که ما در دولت کفر زندگی میکنیم باید که امور دین چی که فراوت کنیم بود که ما فراوت کردن گیریم. نه بارک الله فیکم. در امور دنیا خیر فرق نداره. این کشوریم کافر هست، این که مخالف شریعت نیست ما عمل کردن میگیریم. مثال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اگر ما تو را استوار نمیکردیم قریب که تو مائل به طرف وحی شوی اندکم باشه. سبحان الله. پیغمبرش چی میگه؟ اگر الله سبحانه و تعالی ما و شما را یعنی که ثابت قدم نکنه، این مردم ما که ها همه روز از تاجیکستان پرواز میکنه به دعا و میگه درجه خسته میشه. بعد چی میشه حال این کسانی که دینشون دیگر میکنن؟ اذا لاذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر مثل میکردی میگه الله سبحانه و تعالی پیغمبرش ما ترى یعنی که عذاب دوچند میکردیم، عذابت دوچند میکردیم در زندگانی دنیا و دوچند عذاب میدن در وقت مردن. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بعد با مقابل ما برای خودت یگان یاردمچی نمیافتی که تو را از عذاب ما رها کند. فهمیدی؟ حول ولا قوة الا بالله. سؤال چهارم، هل يكفر من يتهم المناهج الدينية بأنها سبب البلاء والتكفير والتفجير إلى غير ذلك؟ آیا کافر می شود کسی که تهمت کند منهج دینی را، یعنی می منهج شما یعنی که منهج دینی را چیکار کنه؟ اتهام کند که اینها سبب بلا و تکفیر کردن و ترکش و از اینها، یعنی همین بلا یا رضای همیشه باری یعنی که منهج دین کند، کس کافر می شود. شیخ می فرماید که اذا كان يعرف ما فيها وانها حق، وقتی که شخص داند که در این منهج حق است، فهمیدید؟ این منهج حق است، در داخلی این بودگی چیزها حق هستند و اعتقد ان هذا سبب التفجیر و اعتقاد آن کند که سبب تفجیر یعنی ترکش و فساد همین منهج می باشد، فهو یکفر بذلك، به این کافر می شود. اما اذا كان يجهل و يسمع الناس يقولون شيئا فيقول مثله. اما اگر جاهل باشد که مردم شنیده سه گفتی سه قطار مردم دمروت گفتی سه است و یجهل ما فی المناهج، در منهج ها چی چرا نمیداند، فهذا يعذر، چون این کس را معذور دانسته می شود حتی یبین له ما فی المناهج، تا که برایش بیان روشنی انداخته شود
منهج چی بودنش رو و انها مناهج حق که اینا منهج حق هستند و انها لیس فیها غلو ولا تطرف. در این منهج ها یگان یعنی که غلو از حد گذری نیست، تطرف هم نیست، یعنی که تطرف هستن اکستریمیسم میبینه. نعم. سوال پنجم: لی جار نصرانی هل يجوز لي ان ادعوه الى وليمة قد قمت بدعوة اقاربي لها علما انني دعوته ليرى حال المسلمين وقوة رابطتهم وصلتهم بأرحامهم أملا في دخوله في الإسلام. شیخ چونی سوال میدن که من یک همسایه نصرانی دارم، میگوید آیا برای من جایز است که من وارد در توی دعوت کنم یا که به توی دعوتش کنم؟ همچون همسایه دعوت به توی کنم که در این توی من خویشتبار خودم دعوت کردگی هستم با اون مقصد که من دعوت میکنم که حال مسلمان ها را تماشا کند، ببیند، میدید و چگونه با قوت بودن رابطه مسلمان ها و پیوستی مسلمان ها را نسبت خویشاوندانشان به امید آن که شاید در اسلام داخل می شود گفته. فهمیدید؟ شیخ میفرماید که لا بأس ان تدعو الكافر الى اكل الطعام، یعنی یگون باکی نداره، یگون جای گناهش نیست که تو کافر را به خوردن طعام دعوت بکنی و تجیب دعوته و حتی تو هم دعوتش را اجابت کنی. اذا دعاک، اگر ترم به یگان چی دعوت کند لأکل طعام، برای خوردن طعام، لا سیما اذا کان جارا لك، خصوصا اگر همسایه تو باشد. فمسألة أكل الطعام وإجابة الدعوة ليس هي من الموالات. مسألة طعام خوردن و دعوتش اجابت کردن در این یعنی از موالات نیست، معنا نداره تو از صمیم قلب دوست می‌داری. و انما هذا من التعامل الدنيوي، این معامله دنیوی میگویند. و ربما يكون وسيله الى الدعوه، شاید این وسیله به دعوت میشود. لا سیما والجار له حق، خصوصا همسایه حق دارد ولو كان كافرا، گرچه که کافر هم باشد. فهمیدید؟ قال الله جل وعلا، الله عز وجل میفرماید که وبالوالدین احسانا، والدین احسان کنید، و بذی القربى و خویشاوندان، والیتام و یتیم‌ها احسان کنید، والمسکین و به مسکین‌ها، والجار ذی القربى و همسایه هایی که خویش هستند، والجار الجنبی و همسایه بیگانه که در پهلوتون زندگی میکنند، و صاحب بالجنب، یه سه نمودی همسایه رو گفته شده است. فهمیدی؟ و صاحب بالجنب همون همسایه که در پهلوتون زندگی میکند، یعنی و ابن السبیل و مسافر. سه نمودی همسایه رو در همینجا ذکر میکند. فهمیدی؟ یعنی که همسایه که سه تا حق دارد، حق همسایه چیه؟ حق خویشتباری و حق همسایگی و حق اسلام دارد. خیلی و یا همسایه هست که دو تا حق دارد، همچون حق همسایگی دارد، حق اسلام دارد، و دیگه هم کافر است. فهمیدی؟ و ابن السبیلش هم مسافر. فالجار على ثلاثه اقسام، شیخ میفرماید یعنی سه نمودی همسایه است. جار له ثلاثه حقوق، یک همسایه است که سه تا حق دارد بالای تو. هو الجار المسلم القریب، این همسایه مسلمانی خویش می باشد، خویشاوند. این حق خویشاوندی دارد و حق الجوار و حق همسایگی دارد و حق الاسلام و حق اسلام دارد. و جار له حقا، این همسایه است که و تا حق دارد، و هو الجار المسلمین، این همسایه مسلمان است، الذي ليس هو من اقاربك و از خویشاوندان تو نیست. له حق الاسلام و حق الجوار، این حق اسلام دارد و حق همسایگی دارد. و جار له حق واحد، یک همسایه است که یک تا حق دارد. فهمیدی؟ و هو الجار الكافر، این همسایه کافر است، له حق الجوار، این فقط برای تو یک تا حق دارد که حق همسایگی دارد. و همین شیخ این رساله را به خاتمه رسانیده می‌فرماید که و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه. ما نیز یعنی که یعنی درس را از این رساله پر برکات خاتمه داده و اتمام رسانیده میگیم که و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.